یکی از مواردی که در دستورالعمل 522 یا دستورالعمل ماده 29 و 41 آیین‌نامه ماده 219 پیش بینی شده بحث نرخ سود هست که در اصطلاح همکاران مالیاتی با عنوان ضرایب اینتاکد شناخته میشه. دو دسته ضریب اینتاکد تعریف شده. یک، ضریب اینتاکد یا نرخ سود ناویژه. دو، ضریب اینتاکد یا نرخ سود فعالیت. نرخ سود ناویژه نرخ سودی هست که مؤدی اسناد و مدارک مرتبط با بهای تمام شده و خرید رو یا ارائه نکرده یا مدارک ارائه شده از قابلیت اتکا برخوردار نیست. در نتیجه اداره مالیاتی میاد بر اساس نرخ سود ناویژه یا ضریب اینتاکد سود ناویژه اقدام به تعیین سود ناویژه میکنه. در این موارد هزینه‌های اداری و عمومی به قوت خودش باقیه و اداره مالیاتی اسناد و مدارک هزینه‌های اداری عمومی و فروش و مالی و نظایر اون رو رسیدگی میکنه و مدارک اون رو در اختیار داره و قابلیت اتکا براش داره. اما ضریب اینتاکد یا نرخ سود فعالیت زمانی مورد استفاده ادارات مالیاتیه که اسناد و مدارک مرتبط با فروش یا اسناد و مدارک مرتبط با فعالیت ارائه نشده یا اسناد و مدارک فروشی که ارائه شده از قابلیت اتکا برخوردار نیست. در چنین مواردی از نظر اداره مالیاتی هیچ یک از مدارک و مستنداتی که به اداره مالیاتی واصل شده مبنا قرار نگرفته. اداره مالیاتی مستقیما میخواد سود خالص قبل مالیات رو برآورد کنه. تفاوت این دو ضریب در نوع مدارک و مستندات، یکی به ما سود ناویژه قبل از کسر هزینه‌های اداری و نظایر اون رو میده، دیگری به ما سود خالص قبل مالیات رو میده.